هر وقتی چیزی نمیدونید این دعا رو بخونید. هر وقتی چیزی رو فراموش کردید این دعا رو بخونید. اللهم علمنا ما جهلنا. خدای چیزی که نمیدونیم، آگاهی نداریم، یادمون بده. کمک بکن تا یاد، توفیق بده تا یاد بگیریم. و هر چیزی که میدونیم به دلایل فراموش کردیم یادمون بیاد. یه مثال از علما و بزرگان بزنم. برای اینکه تفسیر یک آیه قرآن بخونه 100 تا کتاب تفسیر در رابطه با اون آیه میخوند. بعد از اینکه 100 تا کتاب تفسیر میخوند دستش بلند میکرد. اللهم یا معلم ابراهیم علمنی. ای معلم ابراهیم، همینطور که یاد ابراهیم دادید به منم یاد بده. حالا 100 تا کتاب تفسیر هم خونده. اللهم یا معلم محمد صلی الله علیه و سلم. ای معلم محمد، همونطوری که محمد رو یاد دادید به منم یاد بده. علمای بزرگ وقتی که معلوماتشون رو فراموش میکردن تا 1000 بار استغفار میکردن. امام شافعی یه وقتی معلوماتش رو فراموش میکرد، حافظش کمرنگ شده بود، رفت پیش استادش گفت حافظم ضعیف شده. شکوت الی وکی عن سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی و اخبرنی بان العلم نور و نور الله لا یهدی لعاصی. میگه وقتی معلوماتم فراموش میکردم استادم به من توصیه کرد که خصوصا علم شرعی نور خداوندی است و نور خدا به انسان گناهکار داده نمیشه، استغفار کن. بعضی علما میگن تا 1000 بار استغفار میکردیم، بار 1000م ذهنمون روشن میشد، اطلاعاتمون یادمون میاد. این استغفار کردن بوصله هست. بوصله میدونی چیه؟ عرب وسیله‌ای که انسانو راهو تو رو به راه برمیگردونه. جی پی اس بهش میگن، چه بهش میگن نمیدونم. این استغفار بوصله‌ای هست که وقتی تو از راه منحرف میشی و سرگردان میشی و گم میشی دوباره تو رو به راه برمیگردن. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک جلسه شاید بیش از 70 بار این لباش بلند میشد، مینشست رو هم میگفت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. یه بار دیگه بگم، خواجه انصار میگه، خیلی زیباست این عارف بزرگ. یه گر در یمنی چو با منی پیش منی. میگه تو یمن اگه باشید قلبت منو دوست داشته باشه، قلبت با من باشه، مثل این که پیش من، مسافت مشکلی نداره. و دیگه به من نگید که 15 سال نیامدید اینجا. آمار داره 15 سال نیامدید اینجا. من همیشه میام اینجا. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. پیش من باشید تظاهر بکنید من نیستم، من تو یمنم، خودتم تو یمنی. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من اونقدر تو رو دوست دارم، خود در عجبم که من تو ام یا تو من، یعنی دوتامون شدیم یکی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی به خاطر خدا دوست داشتید حتما بهش بگید، در گوشش بگید، تو دلت نگه ندار. حالا من امشب در گوش که هیچ،
یعنی من چند تا داری گوشی باید بگم الان؟ شب زمستانی هم دیگه شب پاییزیه، شب پاییزه هم تموم میشه. ولی با من پشت این تلفن به همه میگم، فکر کنم لایو هم گذاشتم، نمیدونم هست یا نیست، ولی این مستند میشه پخش میشه. به همتون میگم انی احبکم فی الله، من شما رو به خاطر الله دوست دارم. جوابش چیه؟ خیلی قشنگه. اگر کسی به شما گفت انی احبک فی الله، من به خاطر الله شما رو دوست دارم، جوابش اینه، یه دعاست. لقد احبک الذی احببتنا فیه. اون کسی که تو به خاطرش ما رو دوست داری تو رو دوست بداره. لقد احبک الذی احببتنا فیه. این عزیزمان امشب بر محبت خدایی ما رو جمع کرد. جمعمون کرد تو عروسیش که همدیگر رو سیراب از محبت بکنیم و دوستی خوب و خدایی رو به نمایش بگذاریم و همدیگر رو بتونیم ببخشیم و محبت به اوج برسانیم و براش دعا بکنیم خداوند بهش برکت بده در زندگیش، در سلامتیش، در خانوادهش. ثمره این ازدواج یک، عفت و پاکدامنی، خوشنودی خدا و رضایتمندی خدا نصیبشون بشه. بگید آمین. دو، عفت و پاکدامنی که ثمره ازدواج نصیبشون بشه. سه، فرزندان سالم در جسمشون، صالح در اخلاقشون و مصلح و مفید برای جامعهشون خدا نصیبشون، نصیب ایشون و همه بچه های ما و شما. بگید آمین. سالم در جسمشون. ما در استان هرمزگان بیش از 2000 تالاسمی داریم، نزدیک به 500 تا 600 نفرشون شناسایی شدن که پرونده دارن میان بیمارستان. وقتی این تالاسمی ها رو انسان میبینه واقعا جگرش پاره پاره میشه. سرشون شده به این بزرگی، 25 سالشونه، جسمشون نحیف، پوست صورتشون زرد خوش خون ندارن. یه غفلت، خیلی صحنه های سختیه. مواظب باشیم، مواظب سرمایه هامون باشیم، کمک هم دیگه بکنیم.